سلام، من داروسازم. هر روز تو داروخونه میبینم که دکترها برای کمبود ویتامین آمپول یا کپسول 50,000 واحدی مینویسن و میگن هفته‌ای یکی یا هر 20 روز یکی بخور. این روش اشتباه نیست. ولی بهترین روش هم نیست. بذارید ساده بگم. وقتی 50,000 واحد یهویی میخوری، فقط 5 روز اول سطح ویتامین دی خون خیلی بالا میره. بدن مقدار زیادی ازش رو ذخیره نمیکنه و دفع میکنه. تا دوز بعدی دوباره افت شدیدی میکنه و ممکنه قبل از نوبت بعدی به کمبود برگردید. اما وقتی هر روز فقط 1,000 واحد میخورید، سطح ویتامین دی در خون همیشه ثابت و در محدوده ایدئال میمونه. جذبش حداکثری و دفعش حداقل میشه. بدن همیشه در حالت بهینه و نرمال قرار داره. عوارض جانبی تقریباً صفره. مطالعات سالهای 2022، 2024 هم دقیقاً همین رو تایید کردن. بهترین و ایمن‌ترین روش برای بزرگسالان مصرف روزانه 1,000 واحد ویتامین C هست. از خلاصه، کمبود شدید دارید. اول طبق نظر پزشک 50,000. بعدش برای تمام عمر فقط روزی 1 عدد 1,000 واحد. شما الان چه دوزی میخورید؟ تو کامنت بگید.